سلام چت. ببین وایسا من از این ور بهتر قیافم. بزن هزار بیایم یه لحظه وایسا. من میام این ور. چیکار می‌کنی؟ ببین یه آرایشی نکنن. دیگه الان تو لایوی. وایسا یه آرایشی میکنم. وایسا الان من همجا آرایش میکنم. میخوای اینجا آرایش کنی؟ آره. کجاست دوربین اینه؟ اینه. یه صاحب من. یه چیزی بگم؟ کرم پودو داری؟ کرم پود بابا و وسیله های مارال از وسیله های مارال بایستا. آخه الان دیگه تو لایویم دیگه. کرم پودش چی میخواه؟ اوکی دیشم خیلی سیاه. نه اوکی به خدا نیست نگاه. نه اوکی این اتفاق خیلی زیاده اینجا. خب بچه اینقدر بد یه ذره میشه بریم اونور؟ کدوم بر؟ یکم بریم اون سمت. میشه لازم واسه بریم بر. نه آقا این چرا اینقدر این بره؟ این نمیشه بریم این ور؟ وایسا این خیلی این بره. کدوم بر بیاد؟ این چه خبر برای بچه خوبین؟ یه ذره میای عقب؟ بی زحمت. نه خیلی جلوی آخه بخور. خیلی چه وضعیه؟ من دارم خودم میرم پیشم این بره. ببین اینجا شما تصویر خودتون میبینی و اونجا دوربین اصلی، یعنی خیلی سعی کن به این تصویر نگاه نکنی. شبیه میا پلیز. من اینو خیلی دیگه زیادی شنیدم دیگه. بچه‌ها میا پلیز آوردم براتون. داداشم اولین بار که یعنی داداشم اولین کسی بود که میگفت شبیه میا پلیز، انقدر نگاه میکرد. مارال کجاست؟ بچه‌ها مارال متاسفانه مسافرت امروز مارالو نداریم، ولی حتما سعی میکنیم یه پارت دیگه یاسمین بیاد مارال هم باشه. یاسمن چه خوشگل شدی امشب. اگه مهیار یکی آقا اولین دونیتی رو داریم. پارسا دونیت کرده نوشته که چی؟ اگه مهیار مترو سیغه نمیکنه یه دونیت اگه مهیار ما رو سیغه نمیکنه یه دونیت بزنید. چه خبر؟ خب یاسی حالا بیا یه ذره گپ و گفت کنیم، بعد حالا تا بچه‌ها یه ذره بیان اینا. من خودم رو نگاه میکنم. زیاد خودتو نگاه نکن، سعی کن. به این نیمروخ هم آخه بهتره. نه؟ این بچه‌ها این نیمروخ یا این نیمروخ؟ فقط اگه میشه عدد خواهش کنم یه ذره بیای عقب. اوکی. دو خوردم. چتو میخوای بخونی؟ آره بس چی باید بخونم؟ خب چشت نمیبینه؟ کورم یا من یک جوجه میکشه. همه جوجه کشا. چیز کن، اگه میخوای چتو بخونی از تو گوشیت بخون. اگه فکر میکنی خیلی دوره ازت از تو گوشی بخون. پس برم این از این توی دیگه. یا من یک جوجه میکشه. اونو استاپ کن، فقط اونو استاپ کن. اوکی کمش میکنم. اوکی. میا که خیلی ناز مال مثل خودت چه هر چیزی میگن شبیه. نه ناراحت نشدم. یه ذره هم بلندتر صحبت. نه ناراحت نشدم. چرا ناراحت بشم؟ ولی خودم مثلا من خیلی ها بهم اینو گفتم، ولی مثلا خودم نگاه میکنم احساس میکنم که اونقدر شبیه نیستیم. مثل که من صورتم پهن‌تره نسبت به میا. آره. ببین نسبت به میا اصلا پهن‌تر نیستی. واقعا میگی؟ ادیتایی که برات میزنن رو میبینی؟ آره. من خب یکی دو تاشون رو دیدم توی اکسپلورم اومد با میا و تو رو عکس تو گذاشته بودن، به نظر من مو نمیزدی. واقعا به خدا اصلا انگار یه سیبیه که وسط دو نصف شده، مثلا یه همچین چیزیه. شاید نسبتی با هم داریم درجه. میا واسه کجای اصالتا؟ میا 100% رشتی بابا. نمیدونم. آقا بچه‌ها میا میدونین کجاییه؟ یاسی متولد چندی 1379. اون دختر چالش داده بود ستیا. یعنی چی من نفهمیدم. یاسمن الان تو لایو جلو دهنه علی نتونه واسه حرف بزنه، نوازه با صدای کم با یه کلمه درباره تو بگه، حدس بزنی که چی داره میگه. علی چالش رو انجام بده.
ستیا جان انجام میدم، یه ذره بذار لایو بره جلو. چشم. میدونی چی میگه؟ نه. میگه که تو دست بذار جلو دهن من. اوکی. خب الان نه البته. اوکی. میگه بذار جلو دهن من در صورتی که نفهمیدارم چی میگم، یه چیزی بگم حدس بزنی چی گفتم. آقا نودل بذار برم نودل من خیلی خوردم. یاسمن خیلی با شخصیت حال میکنم. تنها دلیلی هستی که عشق ابدی رو نگاه میکنم. بوس یاسی جان یک مقدار صدای شما احساس میکنم خیلی کی گفته؟ نه کسی نه، من دارم میگم. تو داری میگی؟ احساس میکنم خیلی آروم داری حرف میزنی. واقعا؟ خب من صدام اینجوریه. نه اون کار اوکی خیلی هم رفتی جلو دیگه، رفتی تو میکروفون. یاسم به او که گفته شهرستانی هم پسرام. بچه ها یه ذره دیگه بریم جلو. ببینید ما اینجا نودل تون داریم و سوالاتتون رو شما میتونید به یه حالت مثل جرأت حقیقت سوالاتتون رو بپرسین و یاسمن جان اگه دوست داشته باشه جواب میده، اگه دوست نداشته باشه یعنی نتونه که جواب بده. من همه چی رو جواب میدم اگه اسپویل نباشه، تا زمانی که اسپویل نباشه. خب یهو میبینی مثلا یکی رندوم خیلی یه سوال میپرسه که مثلا اسپویل مثلا نه اسپویل نه مجبوری بخوری دیگه. نه دیگه اسپویل آخه اسپویل نامردیه دیگه. اونجوری الان همشون همین سوال اسپویل دار میپرسن، کی برنده میشه، کی با کی میره، کی فلان میشه. نمیشه اینا رو که حالا من خیلی نه ولی تا یه حدودی. چرا یلا رو فالو نداری؟ چون دوست ندارم. نه سوالای حاشیه‌ای رو بذاری یه ذره بگذره. به نظرت محبوب باقی میمونیم؟ نمیدونم الان محبوب هستم یا نه، چون هنوزم تو دایرکتا یه سریا هستن که خب فوش میدن، ولی اگه در این حد بگم که این شخصیتی که از من میبینید در ادامه هم همینطوریه، یعنی چیز خاصی عوض نشد. حالا من یه سوال دارم از شما بی‌تعارف جواب بده ها، یعنی چیز نباشه که بذار من بذارم اینجا. قصدت از شرکت تو عشق ابدی چی بوده؟ قسم اولی قسم این بودش که فالوور بگیرم دیده بشم. دومین قصدم، حالا نه دوم سوم نمیگم، اولیش که خب دیده شدن و اینا بود. هدفهای دیگه این بودش که خیلی دوست داشتم از بیرون خودم رو ببینم واقعا. یعنی اینکه یک دقیقه صبر کن بذارم این چرا داره اینجوری میکنه. یه دقیقه صبر کن اینترنت هم داره اذیت میکنه. بذارم پیام‌ها رو جواب بدم. یاسی جون با کدوم دختر فصل تو صمیمی‌تر بودی؟ اینو نمیتونم الان بگم. خیلی خب چی بوده؟ سوال از یاسمن. پارسا دونیت کرده، مرسی پارسا جان. نوشته که یاسمن از مهیار روزی چند رکعت نماز میخونه؟ مهیار هیچ کدوم از غذاهاشو قضا نمی‌کرد. نمازاشو قضا نمی‌کرد. آره دیگه. غذاهاشو قضا نمی‌کرد. واقعا نمازاشو قضا نمی‌کرد. همه رو میخوند. نه جدی مهیار توی برنامه نماز میخوند؟ نه بابا دیوونه. آخه یه جوری داشت صحبت میکرد که میگو من مذهبیم و اینا، آدم فکر میکنه که داره نماز میخونه. مثلا تو برنامه نماز میخونده قبل از اینکه بیاد سر ضبط. نه ندیدم. خیلی خوب نماز نمیخونده. یل دونیت کرده نمیشه چرا همه با یلا مشکل داشتن؟ باید جواب بدی. متاسفانه باید جواب بدی. چرا همه با یلدا باهاش مشکل آنچنانی کسی نداشت، ولی چون خیلی حرف میزد، یکم زیادی حرف میزد، یکم خیلی حرف میزد. آره یلا من حالا خودم برنامه رو داشتم نگاه میکردم، واقعا از همه بیشتر داره صحبت میکنه. همش هم قطع میکنه حرف بقیه رو. آره. مثلا من امروز دیدم 1 ساعت تونستم اینم که علی گفت بیا بریم توی لایف، مثلا دم هی دارم سعی میکنم میزو به یلا بگم، یلا همش میپره وسط، هی داره توضیح میده بابا
میفهمیم دیگه، کوتاه مختصر مفید تمومش کن. وگرنه کسی با یلا مشکل آن یلا چون همه جا تو هر مسئله شاید خوش دخالت میداد، یک بحثی از اون بحث میشد شاید اینجوری به نظر میومد، ولی یلا کسی باش مشکل نداشت به نظرم. تو چرا انقدر میری گوشه؟ خیلی آدم گوشه گیری هستی درسته؟ نه دارم فکر کنم زاویه دید خودم کدوم زیر چشم خیلی سیاه، ولی نه اصلا همین چیزی نیست. نه از این ور خیلی بهتره. نه اوکی بابا خودمو نگاه. ولی چه حسی داری جدی؟ من حس میکنم تو یوتیوب رو شروع کنی شاید به اندازه میا فیدبک های خوب بگیری. نه یکم چون آدم کمالگراییم خیلی دوست دارم همه چیزام خوب بشه. یعنی که یوتیوب تو خب من 10 بار گفتم بیا چیز کن کمکم نکرد. نه حسد نه اوکیش میکنم، ولی خب یا سی از کی بیشتر از همه بعد میاد از بچهای اونجا؟ احسان. از احسان بعدت میاد؟ آره. چرا؟ چون از آدمای درو و فیلم بازی کن و تو رو بخند از پشت خنجر بزن بدم میاد. تو رو بخند با اینکه تو کل برنامه با هم مشکل نداشتیم، ولی بعدش متوجه سری از مسائل شدم که به خودم لعنت فرستادم چرا زودتر متوجهش نشدم. آره بچهای چت، آقا هر کی هر سوالی از یاسی داره، حالا ما چت رو میخونیم حتما، ولی اگه سوال بچه‌ها مرسی از کامنت های خوبتون. تو دونیتا میتونن بپرسن اگه میخوام جواب بگیرن، و یاسی اگه جواب نده ما مجبوریم که نودل من خوردادیم. آها پس بر خاطر همینه که انقدر خوردادیا آدم های خوبی هستن. میدونم من خوردادیم. میدونم بابا میدونم ادا در میاره، همش اداه. این که میان خوردادیا مودیان راسته؟ راسته. تایید میکنی؟ حالا من مودیم. حالا آخه ما چند تا از دوستای خوردادی که داشتیم کلا واقعا مودی بودن. من مودیم؟ من که راستشو بگو. من خیلی متوجه نشدم. حالا به نظر تو تا اینجا که دیدی منو؟ نه خیلی متوجه نشدم. آره یا نه؟ نه دیگه دارم میگم. این میگه من مودی نیستم. ولی به نظر خودم هست. اوکی. بچه‌ها منم دوستتون دارم. یاسیگری های نازنین و یادته یاسی آب حموم سرد بود. آب حموم صبح سرد بود و من خودم به شخص صبح دوش میگرفتم، ولی شبا خوب بود، ولی صبح یخ نبودا ولی یکم خنک بود، یعنی اذیت میشدم، یعنی دوست داشتم سریع از حموم بیام بیرون، منی که حالا طبیعی 1 ساعت تو حموم میمونم. میگه چالشو انجام بدید. چالشو انجام بدیم؟ آره چشم. لیا دونیت کرد، مرسی لیا جان بابت دونیتت، ولی چیزی ننوشته. باز بزنم یه وادی بره بیاد. مودی نیستی حساسی. آره یکم بعضی اوقات بیش از حد حساسیت به خرج میدم. اینم ضعف رفتاری منه شاید، نمیدونم. چرا یه سری از بچه‌ها رو آنفالو کردی؟ چون من موضعم کاملا مشخصه. یعنی موضع مشخصه. موضعم کاملا مشخصه. با کی حال میکنم، با کی حال نمیکنم کاملا مشخصه. آخه مشکل اینجاست که فکر کنم هیچ کدوم از بچه‌ها رو فالو نداری، نه؟ نه بابا فالو دارم. بعد تازه بچه‌های جدید قراره بیان. یعنی بچه‌های جدید رو فالو داری؟ بابا بچه‌های همین الان فالو دارم من. ولی با کسی که حال نکنم حال نمیکنم دیگه، مجبور نیستم فالوش داشته باشم و کاملا معلوم میکنم من با تو حال نمیکنم و اینطوری بگم اینجوری نیستش که من فالو نداشته باشم، اونایی که فالو ندارم و بدونید که بلاک کردم، اینطوری بهتون بگم بلاکن. در این حد. حنا دونیت کرده، نوشته که همیشه خوشی تو ببینیم کمتر ناراحتی تو ببینیم. خوشگل. میا پلیز نه میا لطفا. ای
وای روز اول چقدر منو چیز کردن. هیت کردن؟ وای اصلا نمیدونم چرا. روز اول به خاطر چی هیتت کردن؟ چون گفتم به تو چه. به تو چه؟ آره پسر داشتی صحبت سرجیو می‌کردی؟ اومد برگشت بهم گفتش که نمیدونم زبونتو در بیار. منم گفتم خب تو زبونتو در بیار. بعد برگشت گفتش که من پرسیدم واسه چی اومدی؟ یه چیزی گفت اومدم چای بخورم برم، یا گفت همجورم خوش، یه چیز عجیبه، یه چیزی که مسخره بود گفت. ببین بذار من دید خودم بگم بهت. بگو. من داشتم برنامه رو نگاه میکردم، تو ازش پرسیدی برای چی اومدی، گفت دوست داشتم. آفرین. آره خب گفت دوست داشتم. خب من اصلا تو همون برخورده یعنی جوابه گفتم این چرا داره اینجوری جواب میده، دوست داشتم یعنی چی؟ تاش میخواد بگه آقا دنبال پارتنرم، اومدم دنبال پارتنر بگردم. آره خب که بعد اون از تو پرسید تو گفتی به تو چه. آره به نظرم کاملا اوکی جواب دادی، یعنی هیچ سر اون هیت گرفتم احساس میکنم. هیت گرفتی واقعا؟ آره بابا هیت میگفتن چقدر بی‌ادبه چقدر. خب عزیزم هر کس هر جور جواب بده من باش همونطوری برخورد میکنم. هر کس هر وایبیو بهم بده، خوب باشه منفی باشه مثبت باشه بد باشه، من دقیقاً همونطوری بهش برمیگردونم. اصلا مهم نیست کی میخواد باشه. یلا دونیت کرده نوشته به نظرت از داخل اگه داخل فصل 1 بودی با کفتارا چیکار میکردی؟ با رسمش بچه من حساب ندارم. به قیافت نمیخوره حساب داشته باشه، ولی احساس میکنم تو برنامه بابا تو برنامه من خودم مثلا بنرهای هر قسمت هست میذارن. مثلا میرم یه سریا مثلا مثل آیدا رک بگم مثلا یه سریا مثل آیدا هم تو اکثر بنرها هستم و قیافه خیلی آروم و خوشگل و متینه. بعد مثلا خودم رو نگاه میکنم اینجوری هم دو بابا اونجا کلی میگفتم میخندیدم، مثلا اونا نیست، فقط اون تیکه هایی که دارم مثلا این نفر رو پاره یا مثلا میاد وسط. خب میدونی چون احتمالاً مثلا من تیکه حساس رو بردارم شاید مثلا تو خب اگه آخه ببین اگه تیکه حساس باشه بقیه هستن که حاشیه دارن. چرا مثلا آیدایی که از همه حاشیه‌اش کمتره قیافش خیلی خوشگل و تمیز روی بنره، ولی مثلا صورت من اینطوریه. خب اینا اکته یوتیوبراست دیگه. نیاز بعضی وقتا اینجوری باشه. بابا اینا میگن چالش و ستیاچ میگه چالش رو انجام بدیم. اوکی آقا بیا انجام بدیم. فصل 1 تا قسمت 60-70 دم بچه‌ها. ستیا تا پارمون نکرده. آقا یاسمن جان، یاسمن دیگه. یاسمن. اوکی. یاسمن شما دستتو میذاری روی دهن من. اوکی دهن تو. و یه دقیقه اول صبر کنم چی بگم مثلا. یه دقیقه وایسا. من یه چیزی میگم تو باید بفهمی من چی دارم میگم. آخه ستیا این چه چالشیه؟ ستیا یزید من. اصلا یعنی چی من نفهم. تو بدن دست میذارم روی دهن تو، من از این موسوی کیه؟ بعد تو این میگی بعد من باید بگم تو چی میگی؟ خب میشنوم که. یه جوری باید بگم از فصل اول کی شخصیت محبوبته؟ بهار. اوکی بیا دستو بذار. خب الان من از کجا بفهمم؟ چی؟ خیلی آرومم. باره بابا. کی گفت؟ اوه لیلا نوشته چرا با آیدا و یلدا حال نمی‌کنی؟ دونیت کرده. آخه اصلا حال نمی‌کنی یعنی حال نمی‌کنم بچه. من با آیدا خیلی حال می‌کردم، با یلدا هم خیلی حال می‌کردم. آیدا اولین دختری بودش که من دیدم. آیدا اولین دختری بودش که من دیدم و واقعا با شخصیتش خیلی حال کردم. خیلی دختر ساپورتیویه، خیلی دختر خوب و باحالی بود، خیلی مهربون بود، ولی خیلی گوشه یا ببخشید. اوکی. همینطور یلدا هم دختر خوبی بود، ولی با همه خوبی‌ها من از آدمایی که فیلم بازی میکنن رو راست نیستن خوشم نمیاد. نه اینکه بگم مثلا یلدا و آیدا دختر بدیان، آدم بدیان، اصلا. مثلا آیدا خیلی دختر خوبیه، ولی
یه سری رفتارها و کارها، مثلا تو میخوای یه کاری انجام بدی، به جای اینکه اون کار رو دلی انجام بدی، فکر بکنی که وای الان مردم چه فکری راجع به من میکنن، وای من چی کار بکنم که از نظر مردم، از چشم مردم خوب به نظر میان، بیام من اینو قبول ندارم. چون به نظر من آدمی که همش به این فکر میکنه که چجوری باید از طرف بقیه مورد پسند واقع بشه، تو رابطه های حالا پارتنری بخواد باشه، رفاقتی بخواد باشه، دقیقا همین رفتار رو میکنه. شاهین یا احسان؟ 100% شاهین. چون حداقل شاهین، جدی داری میگی؟ 100% شاهین. بابا شاهین حداقل اگه بد بود میومد همون بدیشو نشون میداد، ولی احسان اینجوری نیست. خب حالا من بیشتر توضیح نمیدم چون میگم الان هر چقدر بگم کسی شاید متوجه نشه، باید برنامه یکم بره جلوتر. تا الان 11 قسمت اومده. آره هنوز شخصیت ها کاملا دست بچه ها نیومده، یکم بره جلوتر، بعد اون موقع میام یه سری حرفا راجع به خیلی ها میزنم که یکیشون احسانه. یعنی من با احسان رابطم خیلی خوب بود توی برنامه، با هم هیچ مشکلی نداشتیم. من با بقیه مشکلات دیگه داشتم ولی از اونا اونقدر ناراحت نیستم. ولی احسان یک بحث دیگه است کلا واسه من. جدی داری میگی؟ یعنی این چیزی که الان ما داریم میبینیم بدتره؟ بحث بدتری نه منظورم که اتفاقای بدی میفته. چون ببین آیدا فکر کنم چند روز پیش توی یوتیوبش یه ویدیو میذاره که برمیگرده میگه که در آینده قراره یه دعوای خیلی بدی بشه. آیدا میگه اینو که قراره یه دعوای خیلی بدی بشه و من پنیک کردم. یعنی این از اونجا نشأت میگیره؟ نه این که ربطی به احسان نداره. احسان نه نمیتونم اینطوری بگم. اصلا این که بحث جدایی از احسان. حالا آیدا اومده همچین حرفی زده، من تو چیزا تو اینستا دیدم یه همچین چیزی اومد گفت من پنیک کردم و فلان بسار و اینا. بعضی اوقات شاید آدما پیش دستی میکنن و یه سری چیزا رو میگن که بعد بگن آره. من نمیگم حالا کسی پنیک نکرده یا داره دروغ میگه یا چی. خب من نمیتونم بگم چی و چرا واسه چی و این از اینجور حرفا. واقعا آخه نمیشه گفت الان. اصلا آخه نمیتونم توضیح بدم. نمیتونم. ببین اگه فکر میکنی سربسته میشه چیزی گفت، من فقط در این حد بگم راجع به آیدا رو من خیلی دوستش داشتم، هنوزم. آخه تو برنامه که کلا پیش همین. آره خب اصلا مشخصه ما تو برنامه هم خیلی اوکی بودیم تا اینکه یه سری از مسائل پیش اومد، از هم فاصله گرفتیم. حتی اون تایمی هم که تو ویلا بودم من آیدا رو خیلی دوستش داشتم. آیدا اصلا دختر بد نیست، دختر خیلی خوبیه. ولی شخصیت آیدا رو اینطوری بهتون بگم، اینکه نظر افراد و بقیه و مردم براش خیلی مهمه و برای از اون شخصیت هست که دوست داره از طرف همه مورد پسند واقع بشه، به قیمت اینکه خود واقعیشو رو نکنه، خودشو بگیره، خودشو سفت نگه داره که همیشه مورد پسند واقع بشه. ولی و خب همین شخصیت باعث یه سری از رفتارها و اکتها میشه. یعنی وقتی که مثلا یعنی حتی روی نگاه ها، یعنی اینطوری میگم مثلا من الان برم به فلان کس اینطوری نگاه کنم، اینو دوربین میگیره، ممکنه ایزی برداشت بشه، پس این کارو نکنم. وای مردم چه فکری میکنن، وای بیننده چه فکری میکنن. خب تو اینجوری نبودی؟ نه واقعا جدی. بابا تو ندیدی من چجوری نشسته بودم تو برنامه کرده بودم. اصلا واسه هم واقعا نبود، چون واقعا میخواستم خودم رو از دور ببینم. بعد اونجا انقدر سخت بود، مثلا خیلی تحت فشار بودیم، از صبح تا شب تو ضبط بودیم و اصلا من گوشی فشاره از جهت ضبط بوده یا جهت اصلا آدم؟ ببین نه اصلا کلا همه چی روی هم. خب تو یه وظیفه‌ای داری، تو داری بالاخره اونجا کار میکنی. مثلا توی دنیای واقعی من با این همه آدم توی دونه ویلا خب نمیشینم، این باشون صحبت اصلا کاری به کارشون ندارم. یا مثلا برام مثلا مهم نیستش که فلان کس چرا با فلان کس هست، اون چرا با این قهر کرد، اون پشت سر اون.
اصلا برام مهم نیست تو دنیای واقعی. 100%. ولی خب تو اونجا باید بیای راجع به مسائلی که تو ویلا اتفاق میفته صحبت بکنی و خب این یک تولید محتوایی برای کامپنی، کسی که اینا رو درست میکنه و تو یک وظیفه‌ای داری که این کار رو بیای انجام بدی. حتی فرض کن که از صبح تا شب تو باید در مورد اتفاقاتی که توی ویلا میفته باید نظر بدی، باید با پارتنرت باشی، میدونی؟ کلا اصلا کانسپت برنامه همینه فکر کنم. آره طبیعیه، اصلا همینه. یعنی و خب واقعا بیاین راجع به هم دیگه صحبت کنیم. و خب فرض کن مثلا من تو زندگی واقعی مثلا میگم، مثلا تو آمورال مشکل داری، من میدونم مثلا مشکلتون چیه. خب من نمیام مثلا راجع به این قضیه با کسی دیگه صحبت نمی‌کنم، با تو صحبت نمی‌کنم، میگم مثلا مارال و علی آدمای عاقل و بالغین، خودشون میتونن واسه خودشون تصمیم بگیرن، به من ربطی نداره. ولی اونجا تو مجبوری مثلا به اینا رو صحبت بکنی و وقتی که اینا رو صحبت می‌کنی یک تنشی ایجاد میشه خود به خود. میدونی چی میگم؟ یعنی ناخواسته اصلا شاید نیاز نباشه حرفشو بزنه ولی یهو چیز میشه. ببین وقتی که مثلا ضبط تموم میشد ما با هم صحبت میکردیم، بچه‌ها دوره هم میگفتیم، میخندیدیم، اصلا همه چی خیلی اوکی بود. یعنی مثلا اگه بعد از ضبط آره مثلا بهمون استراحت میدادن، اگه بحث فیلم برداری نبود، اگه بحث ضبط نبود، همون دوره هم میبودیم، میگفتیم، میخندیدیم. حالا شاید بعضی وقت تنش‌های ریزی ایجاد میشد ولی نه در حد اونی که تو تایمی که ضبط هست ایجاد میشه. مثلا میگم به من اصلا ربطی نداره با فلانی چرا کاته، چرا خوبه، به من چه ربطی داره اصلا. ولی اونجا اینطوری نیست، تو باید یعنی من حالا یه سوال، یعنی مثلا ضبط رکورد میشد میرفتین تو رکورد بچه‌ها عوض میشدن یعنی اخلاقاتشون؟ خب ببینم بچهای فصل 1 خب اینجا خیلی اومدن میگفتن کلا اصلا میرفتیم تو رکورد یهو یه چیز دیگه میشنیدیم مثلا. ببین فرض کن بچهای فصل 1 هیچ ایده‌ای نداشتن از این که مردم راجع به قرارشون در موردشون چی بگن، اصلا نمیدونستن قرار چقدر ویو بخوره برنامه. ولی بچهای فصل 2 اینو میدونستن و فرض کن که چقدر حواسشون به همه چی بود. من اگه جلوی ضبط یک رفتاری داشتم، همون رفتار رو پشت ضبطم داشتم. ولی خیلیا مخصوصاً پسرها که من در ادامه به موقعش میگم اینطوری نبودن، به هیچ وجه نبودن. پسرها یه جور دیگه بودن کلن. ولی من واقعا همون بودم، یعنی پشت ضبط همون رفتار همون. نه تو که اصلا مشخصه کلا اصلا مهم نبود. والا دو روزه با 4 روز دیگه میافتاد. تو اصلا کلا فکر کنم واقعا رفته بودی دنبال دوست پسر میگشتی. ببین راستشو بگم خب من امیدی نداشتم تو ریالیتی شد کسی رو مثلا پیدا کنم که واقعا بخوام باش پارتنر بشم. ولی میگم برام خیلی مهم بود که مثلا پاشم برم و رفتار خودم و شخصیت خودم رو توی رابطه با پسر ببینم. چون حالا نمیدونم چقدر منو میشناسی ولی من یکم سفتم بعضی اوقات سفتم یکم شاید. یعنی خیلی چیز نمی‌کنی، چی میگن، خیلی راحت وا نمیدم و وقتی کوچکترین اشتباهی از طرف میبینم سریع و درستش هم همینه آخه. آره ولی مشکل اینه که مثلا همه آدما که کامل نیست، اصلا هیچ کس کامل نیست. ولی اینطوری نیست. پارسا جان دونیت کرده زده یاسمن مهیار اونجا گرمی جا نمیشه یاسمن مهیار اونجا گرمی جا زیاد میخورده، یه کافور چیزی تو غذاش اضافه میکردی. بچه من یه دونه نه اینو نگم. تو با مهیار کاپل میشی؟ آره نه بابا کاپل نشدیم، خود بلا بدور. با مهیار یه روز حرف زدیم. بچه راستشو بگم من اصلا از ببین نگاه کنید، من روز اول رفتم اونجا 5 تا پسر بود. اولین دختر رفتم، بعدم که پسرها اینجوری خیلی ترسیدن یا حالت من اومدم گفتم پسر نباید منو کنترل کنه، نباید دخالت کنه، نباید فلان بکنه، حسود نباشه، اینا گرخیدن. خب بعدم که اینا انتخاب گفتن خانم انتخاب بکن. این بنا کنم نیم روخت بود گفتم گفتن که خانم انتخاب بکنم، منم از خدا خواسته گفتم خب من انتخاب بکنم. 5 تا پسر هست همشون دست من، همش هم تو دسته گل. اولین نفر مهیار دیدم. مهیار از همشون کوتاه‌تر بود.
بچه من پسری که تتو زیاد داره و گوشواره و پیرسینگ میذاره کلا دوست ندارم، ولی مشکل این بودش که 3 تا از پسرای اونجا هم تتو داشتن هم گوشواره داشتن، 2 نفرشون نداشتن. من اگر که قدش از همه کوتاه‌تر بود، تا اینجاهاش پر از تتو بود. وایسا اینو بگم. اینش بندیکات داره. تو سوره توحید گفت زدم. و یه لبخند اینجوری داشت و سوالش هم خیلی مسخره بود. برایش گفتش که چند کیلویی؟ خب آقا لاغرم دیگه، نمیبینی چه فرقی؟ کیلو براش مهمه شاید. مثلا خواهد چیکار کنه؟ مثلا ددلاین داره برای خودش. مثلا از 65 مثلا به بالا کنسله. حالا از مهیار همون لحظه واسه من کنسل شد. احسان نگاه کردم، احسان گفت من 22 سالمه. خب احسان پسر خوشتیپ و خوش قیافه‌ایه، اونم همونجا کنسل شد. یاشار که من اولین صحنه دیدمه، یعنی احسان به خاطر سنش. آره به خاطر سنش. سن بعد خیلی مهمه. حوصله بچه بزرگ کردن واقعا ندارم. اوکی. یاشار دیدم اینطوریه. بچه این زبان بدن یعنی این که من استرس دارم، من حالت دفاعی دارم، من راحت نیستم و من از پسری خوشم میاد که اعتماد به نفس داشته باشه، راحت باشه، از خودش مطمئن باشه. یاشار 26 سالش بود، با اینکه پسر خیلی خوش‌تیپی هم هست، ولی تو ذهن من اون لحظه خب هیچ ایده‌ای ندارم از اون، دارم از ظاهر فقط نگاه میکنم. همون لحظه برای من کنسل شد، یعنی از لحظه چیز. جاوید موند و سرجیو. خب یه نگاهی به جاوید انداختم. جاوید یه سوال نسبتاً خوب ولی کلیشه‌ای پرسید، ولی نسبت به اون توضیحی که من از خودم داشتم هیچ ربطی نداشت واقعا، چون من گفتم پسری میخوام که کنترل نکنه، دخالت نکنه، حسادت نکنه، اینطوری اونطوری. سرجیو یک سوال خوب پرسید، گفتش که اینجا من فهمیدم که این پسر باهوشیه. گفتش که تو دوست داری که تو رابطه الفا باشی؟ الفا؟ دوست داری که پسر الفا باشه؟ یه ادیت در اومده این که میگه الفا سجاد، بعد جاوید چیزی نگاه میکنه که من فهمیدم این آدم احمقی نیست، گرفته موضوع رو. خوش آمد با اینکه سوالش خیلی مسخره بود شاید به ظاهر بیننده. اون لحظه اون آنالیزی که من از 5 تا پسر کردم اینطوری بود. بعدم که خب سرجیو از این جاویدم قدش بلندتره، سوالش هم با اینکه چرت و پرت بود ولی مشخص بود که با فکر جواب داده شده. گفتم سرجیو، ما 100 تا آپشن نداشتیم، کلا 5 تا پسر بودن و سرجیو اومد. همین. اومد و تو افسانه ها میگن صحبت میکرد. تو افسانه ها میگن اومده ماسکو برداشته دوباره می‌خواسته ماسکو بزنه. اومده گفته که من نه واقعا همینه؟ دیوونه ای؟ من نمیدونم. من دیوونه ای بچه‌ها. روز اول من که رفتم اونجا لباس من به بیننده شاید خیلی بد اومده باشه، خوشگل نبوده باشه، ولی از نزدیک لباس فرق میکنه. خیلی قشنگه و خیلی هم مورد پسند واقع شده از طرف همه. خب تا اینجای کار نگه داریم. اینم بگم در مورد سرجیو و جاوید. سرجیو و جاوید سنشون از همین بیشتر بود. یکی از دلایل دیگه‌ای که بین این 2 نفر موندم همین بود. از لحاظ سنی از بقیه بیشتر بودن. و احسان از طریق یه شخصی میدونسته که من هستم و از قبل منو به پسرا نشون داده بوده. آره اینم دیده بودم. و منم از یه جایی شنیده بودم که احسان داره میاد. حالا اینا رو بعدا میگم از کجا و فلان، اینا الان وقتش نیست. و حتی به بچه‌ها گفته بودن که تو داری میای. عکس منو بهش داده بودم و اینم عکس منو به بقیه نشون داده بود، ولی 100% نبوده. گفته که این شاید باشه. بعد که اینا منده بودن از تتو اینجای من متوجه شده بودن که منم. آره یعنی همشون از قبل منو دیده بودن. اسم دوست پسرته؟ آره یادش نمیاد. آره. و یک مسئله دیگه که من شنیدم و پرام ریخت این بودش که یکی من گفتش که احسان حتی روژانم میدونسته که داره میاد. ببین یه چیزی که هست، حالا من فکر کنم بچه‌ها ولاگ گذاشته بودم من دیدم، با یک ماشین همه اومدن انگار. نه بابا، اصلا ما تو اتاق آرایش بودیم، پسرا که اومدن پایین اصلا نذاشتن ما از در اتاقو بستن، نذاشتن ما بریم بیرون پسر رو حتی ببینیم. واقعا ندیدیم؟ نه اوکی. ما اصلا پسر رو ندیدیم. یعنی پسرا چی؟ پسر شما رو دیدن؟ نه
اصلا هیچ کیو ندید. پسر و دختر رو همو ندیدن. حالا پسر دیدن آره، ولی پسر دختر همو ندیدن اصلا. ولی این که قبل از اینکه برنامه شروع بشه، من میدونم احسان منو از کجا دیده بوده، ولی روژان از کجا دیده شده بوده، روژانو از کجا میدونسته داره میاد. این واسه من خیلی جالبه، چون نمیدونم، شاید از عالم غیب فهمیده بوده. این بالاخره در میاد، به موقعش در میاد. نظر راجع به رخت شورخونه چی؟ داستان رخت شورخونه چیه؟ آها اونجا که میگن دوربین نداره. آره دوربین نداره. آره لباسامونو میشوریم توش. لباس میشوریم بابا، لباسشویی هست، لباسا رو میندازیم لباس میشوریم. من توی ویدیو یه بنده خدا که اسمشو اسمشو نمیخوام بیارم داشت صحبت میکرد. دانیال و الهه بودن فکر کنم. نه من دیده بودم یه جا تو نه یه بنده خدایی بود که اسپویل کرد برنامه رو. کی برنامه؟ ترانه. بابا میگم یه بنده خدا بود. دوست پسر ترانه. نه فصل 2 رو اسپویل کرد، اسمشو نمیخوام بیارم. کی فصل 2 رو اسپویل کرد؟ برنده ها رو اسپویل کرد. کی اسپویل کرد؟ اسمشو نمیخوام بیارم. ایشون آها 2000 بد کرد. آره ایشون برش بود رخت شورخونه رو گفته بود. میگفت تنها جایی که دوربین نداره رخت شورخونه. نه اولا تنها جایی که دوربین نداره فقط رخت شورخونه نبود، یکی از جاهایی بود که دوربین نداشت که لباس میشستیم. لباس شویی بود. چرا باید داخل رخت شورخونه مثلا آخه چرا دوربین باشه؟ همینو بگو، داخل رخت شورخونه چرا باید دوربین باشه؟ مثلا یارو داره میره لباس میشه، فیلمشو بگیر. اینو فیلمشو بگیریم استفاده میکنیم بعدا. چرا واقعا؟ کی گفته پسرا شهرستانی ان؟ این فرناز اینو چندین بار. بچه‌ها میفهمید دیگه، میفهمید. دونیت من نخوندی کی؟ ببخشید آره راست میگه. آرا جان مرسی برای دونیت نمیشه. منم حس اکت فیک از آیدا گرفتم، چون به هر حال بلاگره و مشخصه میدونه که چیکار کنه. سوالم اینه آیا به نظرت برنده کسیه که حقشه؟ نمیدونیم که ما که نمیدونیم که. خب من که میدونم کیه. خب بازم حقش نیست. پارسا دونیت کرده نوشته که رخت شورخونه مکان مورد علاقه مهیاره. آره مکان مورد علاقه مهیار هست، مهیار زیاد میرفته اونجا، ولی فکر نکنم شانس اینو داشته باشه که همچین. فکر کنم تنها میرفته اونجا. فکر کنم تنها میرفته اونجا با خودش چیز میکرده، ودا میکرده. یا هم با ترانه مشکل داری؟ نه چرا با ترانه مشکل داری؟ با بچهای فصل 1 تو اصلا ارتباطی داشتی تو الان؟ هیچ کدوم. فقط خیلی دوست دارم با نگار 2 که انزلیچی هم هست و اینا. نگار 2 انزلیچیه مگه؟ آره دیگه نگار 2 اونو خیلی دوستش دارم. اصلا کلا بچهای فصل 1، حالا من با اونایی که در ارتباطم، چه نگار 2 نگار 1 و محدث و میلاد و سیاوشه. سیاوش هم دوست داشتم. واقعا همشون بچهای گلین. آره سیاوش رو دوست داشتم. واقعا چی میگن بعض شما نباشه همچین چیزی میگن. نگیرید روی ما که گفتم سیاوشا. نه سیاوش من دوست دارم. سیاوش خیلی پسر گلیه. دوستش دارم چون آدم منطقیه، آدم باهوشیه. به نظر من تنها جایی که اشتباه کرد این بودش که تو یک جهت گرفت با یه سریا. به نظر من اگه مستقل میموند و جهت نمیگرفت با یه سری از آدم نمیشد خیلی خوب میموند، ولی متاسفانه جهت گرفت. یه سوال، چون خیلی خوب تو برنامه نبودن دیگه، حس جو اونجا رو نمیدونن. این که میگی جهت گرفت، آدم یهو جو میگیرتش مثلا چه جوریه؟ مثلا میخوام بدونم مثلا تو اونجا تو که بودی مثلا 100% تو تایمی که تو هم بودی جهت و اینا بوده دیگه احتمال زیاد. میخوام حسیه چه جوریه؟ اینطوری بگم تو توی این برنامه اولا هیچ سناریویی نیست. اینو بگم هیچ سناریویی نیست. درسته که مثلا از پشت صحنه بعضی اوقات شاید پوشت بکنن که مثلا آقا حرف بزن، صحبت بکن، توضیح بده، نظر بده و اینا، ولی به غیر از این هیچ سناریوی خاصی واقعا نیست. من اونجا بودم اتفاقا خیلی هم صحبت کردم. سناریو منظورت اینه که مثلا بگن این کارو کنید؟ آره اصلا همچین چیزی نیست.
سوال دیگه چی بود یادم جهت این جهتگیری اینا. بچه اونجا برای اینکه خود واقعی تو نشون بدی سخته. چرا سخته؟ چون اگه خود واقعیت باشی به این معنی که تو باید مستقل رفتار بکنی، باید عادلانه یعنی برخورد بکنی. اوکی. باید الکی مثلا رفیق خودت هم باشه، نباید با اینکه میدونی اون شخص رو اشتباه میکنه پشتشو بگیری. اوکی. تو دنیای واقعی به نظر من، حالا شاید دنیای واقعی ولی من اینطوری نیستم. من دنیای واقعی دوستم هم مثلا حرکت اشتباه بزنه یکی میذارم تو گوشش میگم تو غلط کردی فلان کارو کردی. من اینطوریم، دوست صمیمم این کارو باشه. درست داخل کار درست تو میکنی. خب خیلی اینطوری نیستن، شاید مثلا خیلی دلداری میدم، بغل میکنم، میبوسم. نه خب ببین اشکال نداره. مگه میشه طرف کار اشتباهی کنه دو طرفو ببوسی دلداری بدی؟ دخترها خب این خیلی اینطورین. یعنی شده کار اشتباهی طرف کرده. آره با یه مثال مثلا بگم، مثلا یه دختر یه لباس این پوشه که اصلا بهش نمیاد. دخترها معمولا برای اینکه طرف ناراحت نشه بهش میگن عزیزم خیلی خوشگل شدی، خیلی بهت میاد، مثلا برای اینکه طرف ناراحت نشه با اینکه بهش نمیاد. یا شاید هم بعضی وقت اثر حسادت ها. ولی من مثلا ببینم دوستم یه لباسی پوشته که بهش نمیاد و از من نظر میخواد، بهش رک میگم که عزیزم مثل ان شدی. عوضش انقدر رک عوضش یعنی راحت عوضش کن بهت نمیاد. نه برای خوبی خودش میگم، ولی خب شاید یه سری از آدم‌ها اینو متوجه نشن و بیشتر گارد بگیرن. آفرین دقیقاً. خب ببین یه سری‌ها رک بودن و حالا یه سوال، تو رکی یا بیادبی؟ نمیدونم تو برنامه رو دیدی؟ برنامه رو دیدم آره. خب من رکم یا بیادبم؟ به نظر من رکی. خب من بیادب. آخه میدونی یک سری‌ها رک بودن رو حساب بیادبی میذارن. میدونی؟ اینجوریه که میگن یارو دیگه رک بودن دیگه خیلی بیادبه، خیلی مثلا فلان و اینا، دیگه مثلا واقعا ناراحت. ببین آخه میدونی یه سری از رک بودن آدمو ناراحت میکنه. آره من به همچین وایبی ازت نگرفتم. آره درسته اینجوری نبوده که اصلا بکنم درست. شاید بعضی وقت از دستم در بره با رک بودن زیاد کسی رو ناراحت کنم ولی هیچ وقت منظورم مثلا این نیست واقعا کسی رو بخوام قصد ناراحت بکنم. سعی میکنم خوبیشو میخوام ولی ممکنه لحن بیانم بد باشه واقعا. یه چیزی بذار اول ببینیم تو چت چی بچه‌ها برنده کیه زود بگید. بابا برنده اصلا واقعا چه فرقی میکنه برنده کی باشه؟ مهم اتفاقاتیه که تو برنامه میفته. اصلا برنده ته برنامه بچه‌ها مهم نیست، مسیر برنامه مهم نیست. اون مسیری که من INTJ ام و INFJ هر دوتاش با همم، بایپولارم کلا. یعنی چی؟ بچه‌ها فارسی صحبت کن. امشب به احسان گفتی لطفاً نیا و بحث ما رو به شوخی گن نکش، بلند شدم دست دادم تو رو به شرفت. بچه تو برنامه همه بچه‌ها معتقد بودن که احسان خیلی محبوب میشه و من همیشه اینطوری بودم که خب چرا؟ فقط به خاطر اینکه شما بچه‌ها داخل برنامه هم باش خوبن و احسان همش شوخی میکنه و مسخره بازی در میاره. نفهمیدم چرا همیشه میگفتن احسان محبوب میشه، ولی بعد از اینکه برنامه پخش شد و دیدم که چقدر الکی قربون صدقش رفتن و الکی ازش ادیت در اومد، پرای خودم ریخت به شخصه. نیکا جان مرسی برای دونیتت، قربونت برم، دست در نکنه. یعنی منظورت اینه که اون چیزی که داره الان نشون میده اون چیزی که نیست؟ نه نمیتونم زیاد. ببین آخه میدونی چیه، الان اگه من بیام بگم نه اسپویل که قرار نیست. نه بحث اسپویل نیست، چون نمیدونن مردم شخصیت ها رو نمیشناسن، ممکنه فکر کنن که مثلا من دارم از غرض دارم اینا رو میگم. باید برنامه یکم بره جلوتر، شما خودتون متوجه یه سری از مسائل بشید که من بعد بیام مثلا بگم آقا فلان کس اینطوریه، اون کارو کرده، این حرفو زده، اینجوری بوده اونجوری بوده. الان واقعا هر چی بیام بگم شاید خیلی فکر کنن که دارم اینو از غرض میگم، ولی واقعا همچین چیزی نیست. یه سوال میخوام ازت بپرسم اگه دوست داشتی جواب بده. اسپویل هم نیست. اسپویل نیست بگو. اسپویل نیست، فقط باید یه عدد بگی. اوکی. چه قسمت چند برنامه فکر میکنی خیلی تو اوج هیجانش میره، یعنی به شدت میتره کنین هم دیگه رو؟ اسپویل نیست، فقط عدد برنامه، یعنی عدد قسمت میدونی؟ یعنی آره میدونم. میدونی. دوست داشتی بگو. دوست داشتی اواسط برنامه که خیلی میتره. گفتم عدد بگو. اواسط. خب ما بین بگو. اواسط. ما بین بگو.
بین عدد 40 تا 60. بگو آخر. خب نه این مطمئنم این قسمت یه جوری بترکه. آره مطمئنم این قسمت بین این قسمت خیلی بد بترکه. یعنی بچه ها چون اوایل برنامه بچه ها خیلی خودشون رو گرفتن، یخشون آب نشد، هم یخشون آب نشد، هم نمیخواستن هیت بگیرن. خب این طبیعیه واقعا. بچهای فصل اول خیلی بد هیت گرفتن یه سریا و واقعا این لیاقت هیچ کس نیست به نظر من. هر چقدر بد باشی، مثلا تناز، شاهین یکی هیت گرفت، ماروخ، سفدا، پژمان بود. اوکی نه اوکی اصلا بگیم رفتار و شخصشون خیلی بد، خیلی اشتباه، ولی به نظر من واقعا هیچکس لیاقت اینو نداره که مثلا یه ملت بیان بهش فوش بدن. برای همین بچه‌ها خب دست و دلشون خیلی لرزید و حقم دارن. من خودم حتی استرس داشتم. آدم میترسه. خب ببین دوست مسلما کسی دوست نداره هیت بگیره. 100% همه دوست دارن دوست داشته بشن، کامنت‌های مثبت بگیرن، خوب باشن، ولی من واقعا دوست داشتم خودم رو از بیرون ببینم و قضاوت بشم. یعنی مثلا دوست حتی چه خوب چه بد دوست داشتم فوش بخورم، ما دوست داشتم قضاوت بشم. اگه مثلا کاری اشتباه کردم دوست داشتی فوش بخوری؟ نه دوست نداشتم فوش بخورم، ولی دوست داشتم مثلا اگه کار اشتباهی میکنم یا حرف اشتباهی زدم مثلا بیام بگم بهم. از این آدمایی که مثلا بهت میگن این اشتباهو کردی تو کتت نمیره؟ نه اتفاقا میگم شاید راست میگه، شاید از دید اون، ولی معمولا وقتی به مثلا به حرف طرف باور میکنم یا شاید میگم حق با طرفه و اون راهی که اون مسیری که اون شخص بهم میگه پیش میرم، آخر سر دوباره برمیگردم به حرف خودم. یعنی میگم من راست میگفتم، من حسم درست بوده، من آنالیزم درست بوده، اصلا همونی که همون اول احساس کردم درست بوده. معمولا اینجوری پیش میاد. شخصیت شناس خوبی هستی خیلی. یعنی 5 دقیقه با یه نفر صحبت بکنم میدونم این آدم چند مرد حلاجه و قشنگ میدونم نقطه ضعفش چیه، چجوری میتونم مثلا اذیتش کنم، چجوری میتونم یه کاری کنم که ببین میدونم. خیلی خوبه اینجوری. ببین خوب هست یه جوری اسکیله، خوب استفادهش بکنی. من هیچ وقت از این مهارت استفاده نمی‌کنم برای اینکه به کسی آسیب بزنم واقعا. یعنی امکان آسیب رسوندن داری؟ آره خیلی راحت. خیلی راحت. خب از یاسی کم داریم بیشتر میتونیم. یاسی یکی نوشته بود با کدومی که از یک نفر رو اگه بخوای از تو بچه‌ها نام ببری که خیلی باهاش صمیمی کیه؟ تو برنامه نیست. هنوز نیومده؟ نه. اوکی اسمش هم نگو پس. نه. اسمش هم نگو که تو برنامه ان شاءالله خواهد آمد. یعنی با اون یه نفر خیلی صمیمیم که عاشقشم. انقدر دوستش دارم. بکنم من بدونم کیه؟ آره اونم آره ولی آها اوکی. بچه‌ها یه تومن میگیرم اسمو لو بدم. نه شوخی میکنم. مرسی مهتا. آره تو رو خدا بگید من یاسمنم، یاسمین نیستم. حالا یاسمن با یاسمین فرقی داره؟ واقعا فرق نه تو معنی فرقی داره. اسم چیه؟ علی. فرض کن مثلا به تو بگن علی رضا، چه احساسی به دست میده؟ رضا با علی خیلی فرقه. حالا مثلا یک اسم من علیه، اسم تو علیه. مثلا به تو میگن علی، به جای علی بگن علی انی. مثلا چه اسمی به دست میده؟ چه اسمی؟ حالا تو از اون لحاظ بد هست اصلا ازی چه میدونم. آخه یاسمن و یاسمین فقط یه فرقشه ولی خیلی فرق میکنه. معنی فرقی داره جان؟ نه هر دوش گلن دیگه. خب وقتی فرقی نداره ولی بابا فرق میکنه، واقعا فرق میکنه. احساس میکنم حساسیت همه یاسمن ها و یاسمین ها سر این قضیه حساس هستن و حالا ناراحت کننده است. پس این آره یعنی اسم تو کسی اشتباه بگی ناراحت میشه. نگاه اینم میگه یاسمن با یاسمین فرق داره. بچهای چت یاسمن با یاسمین چه فرق؟ پشمام یعنی ببین پرام ریاکشن نشون نده. پرام. یاسمن اگه قدرت داشتی یکی رو از برنامه حذف کنی کی بود؟ مهیار.
مهیار که فکر کنم همه میخوان حذفش کنن. اولین کسی که ازش میکردم با تیپا مینداختمش بیرون 100% مهیار. این که مهیار میگفت یاسمن بو میده داستانش چیه؟ یعنی ببخشید من معذرت میخوام این حرفو زدم. نه بابا اصلا چیز نداشتم. میخوام اینه که چون فصل قبلم یه سریا ریخته بودن رو هم دیگه، نمیدونم چیه این داستان که فصل پیشم خیلی بولد بود که میگفتن فلانی بو میده بیساری بو میده. الان این فصل هم اومدن مهیار گفته که یاسمن بوم، یعنی چی؟ ببین پسری که رد میشه اصلا این حرف که اصلا درست نیست. هست. درست، یعنی تایید میکنی؟ نه میگم پسری که رد میشه، پسری که اینو دارم میگم، پسری که رد میشه کلا برای اینکه مثلا ریجکت میشه، آره خودشو غرور شکسته خودشو ترمیم بکنه، میاد راجب اون دختره حرفای بد میزنه. حالا نه فقط من، تو زندگی واقعی ما مثلا واسه خود من خیلی پیش اومده، واسه خود من خیلی پیش اومده که مثلا با این نفر به دلیلی کات میکنی و کات کردن اصلا چیز بدی نیست. اینکه از این نفر جدا بشی یا مثلا تو با طرف حال نکنی یا طرف باهات حال نکنه و به هم نخورید و جدا بشید اشکالی نداره واقعا. ولی یه سری خیلی زورشون زور بهش اومده، خیلی زورشون میاد. و خب این معنی که مثلا فکر کردش که خب اول تو کردم میخوام آخه خرابش کنم، نه تو رو قرآن بیا خرابم کن، اصلا من میخوام تو منو خرابم بکنی، بیا منو خرابم کن، بیا جرم بده، بیا منو خرابم، بیا پارم کن. نظافت واسه من خیلی مهم بود. اینطورم که یه نگاه اصلا همون صحنه هستش مهیار با جاوید نشسته، من مهیار نگاه میکنم یه چیز لش داغم پوشیده، موهای اصلا شلخته خیس، آره مش بازه، آره اصلا خدایا این چی میگه؟ اصلا به هم بر نخورد، شاید باورت نشه به هم بر نخورد. اونجایی که مردم اومدن به هم پیام دادن که بابا تو چرا حرفی نمیزنی، چرا هیچی نمیگی، گفتم مجبورم یه چیزی بگم، وگرنه اصلا برام مهم نبود. اون بچه اون حرف زیاد میزنه بذار بزن. آخه اصلا رو هیچ دلیل و منطقی نمیره جلو حرفش. بعد حالا من داشتم نگاه میکنم تیکاش بیشتر تو اکسپلور برام میومد، اینجوری بودش که مثلا میخوای بگی برنامه رو نگاه نمیکنی؟ من نگاه میکنم، نه نگاه میکنم، نه اتفاقا من فصل 1 رو نگاه نمیکردم، دروغ شد. من فصل خب بچه‌های چت بس کنید، بچه‌های چت فصل 1 رو من واقعا نگاه نمیکردم، یعنی تک و توک مثلا یه قسمتش که تو اکسپلور برام میاد میدم خیلی هیجانیه، میرفتم همون قسمت، ولی فصل 2 رو دارم از اول نگاه میکنم، یعنی از اول دارم نگاه میکنم. حالا اینا رو گفتم برسم به این که اون حرفو زد مهیار جان، مهیار جان نه آقا مهیار جان بندیکات اون حرفو زد. خب ادامه بده. شنیدم که شخصیت مورد علاقت مهیاره. من غلط بکنم واقعا به شخصه تنها کاراکتری که از بچه‌ها تو فصل 2 واقعا خوشم نمیاد مهیاره. نه جسارتی هم نمی‌کنم، چیزی هم نمی‌کنم، من مثلا با بچه‌ها عزیزم راحت باش، جسارت بکن. از مهیار خوشش نمیاد. نه توهین نمی‌کنم، توهینم میکنه، حالش از مهیار به هم می‌خوره. رک باش بابا. چرا حرف می‌زنی؟ چرا حرف می‌زنی؟ پارسا نوشته مهیار قطعا از نوادگان ناصرالدین شاهه. چرا شرطی به ناصرالدین شاه هزار تا نه کلی چیز داشت، حرم سرا داشت. ناصرالدین شاهی که شاه نبوده ببین و دوست داشته، آرزوش فانتزیشو داشته، یعنی به حقیقت داستان سیغه فیک بوده. نه بابا واقعا اومد گفت، یعنی واقعا میگفت بگو قبل تو. نه جدی بود این داستان. بابا اومد بالا برگشت بهم گفتش که به شوخی نبوده. نه بابا جدی بود، واقعا جدی بود. اومد بالا قبل از ضبط برگشت من گفتش که یاسمن میخوام من یه آیه‌ای میخونم تو بگو قبل تو. یعنی حتی نگفت این صیغه است، یعنی اگه من نمیدونستم که این چیه ممکن بود بیام یعنی خارج از ضبط قبل تو. آره گفتم این حرفو نزن، یعنی به من نگفت این صیغه است، گفت من اینو میگم تو بگو قبل تو، هیچ توضیح اضافه ای نداد. چی گفتی؟ من گفتم نگیا. گفتم نگیا دیوونه نگیا.
یهو اومد پایین، نمیدونم همین قضیه مثلا یلدا شدش که گفت دست روی پای منو گذاشت. این مثلا میخواست بگه من خیلی مثلا مذهبیم و من خیلی پسر پاکیم و مردم ببینید من چقدر پاکم و اینا. یهو جوگیر شد. حتی قبلش پسرا هم گفته بود که میخوام اینو بگم، پسرا گفته بودن نگیا. یعنی پسرا یعنی به همه گفته بود، همه گفتن آقا این حرفو نزن. این اومد یهو پایین جوگیر شد، همچین چیزی گفت. یعنی تو قیافه من ببین من اصلا نازه اینجوری بودم، یعنی این داره چی میگه بابا؟ تو من فردا خانوادم داره این برنامه رو ببینم، من میگم سیغه تو بشم، تو اصلا نمیخوام یادم بیاد واقعا. چرا مهیار رو فالو داشتی؟ چون مهیار رو چرا فالو داشتم؟ من مهیار رو فالو نداشتم، حتی مهیار رو بلاک کرده بودم. دلیل اینکه مهیار رو دوباره فالو کردم و همو فالو کردیم این بودش که من معتقدم آدمی که بد باشه ولی رو باشه خیلی بهتر از آدمیه که خوب باشه، یعنی ادای آدم خوبا رو در بیاره ولی رو نباشه. مهیار آدم روی بود، یعنی اوکی مثلا میگم که مثلا ما با هم مشکل داریم و به هم مشخص میکنیم که با هم مشکل داریم. اینطور نیست که مثلا بیاد توی روی من بخنده از پشت برای من برنامه بچینه. همچین آدمی نبود. تو روم بد بود، پشتم بد بود، پشتم بد بود، تو رومم بد بود. واسه همین ولی بعد سر همین قضیه یاسمن نظافتش رو رعایت نمی‌کرد. من همچین چیزی رو نمیدونستم که مهیار گفته و اومدم بهش گفتم مهیار یعنی بعد از اینکه برنامه پخش شد فهمیدی؟ آره نمیدونستم. اوکی چیزای دیگر رو میدونستم مثلا، ولی اینو نمیدونستم و بهش گفتم مهیار بیا توی یه استوری بگیر و بگو که من کجا نظافت رو رعایت نکردم، کجا تو میگی حالت به هم خورد، بیا توضیح بده، من میخوام بدونم، بذار همه هم بدونن، اصلا به منم نگو، بیا بگو توی استوریت کی من کجا کثیف بودم. همینو گفتی، گفت دختر که تمیزی دختر مثلا مهمه و این کارو نکرد، هیچ توضیحی نداد، هیچ معذرت خواهی، هیچ. من که این رفتار رو دیدم و هم دوباره کلا آنفالوش کردم و کلا یعنی فالو داشتین هم دیگه رو؟ نه اولش که بلاکش کرده بودم، کلا از برنامه که اومده بودم بیرون، کلا برنامه تمام شده بود، مهیار رو من بلاک کردم. ولی پس این وسط چه اتفاقی افتاد دوباره فالوش کردی؟ ببین با هم صحبت کردیم و میگم آدمی که رو باشه بدم باشه شرف داره به آدمی که خوب باشه ولی ادا در بیاره واسه من. ولی میگم سر این حرکتش دیدم که نه واقعا نمیدونم. دوستت دارم نیلو جان $1 حمایت کردن، نوشته که دوستت دارم. مرسی نیلو جان. پویا نوشته ما که میدونیم آیدا یه آقای تتو گردندار ما که میدونیم آیدا و یه آقای تتو گردندار برنده میشه، در کل یاسمن خیلی با شخصیت و عشقه. مرسی عزیزم، قربان خدا رو شکر. واقعا خیلی خوشحالی داره مثلا خودتو نشون بدی و فوش نخوری. خب ببین آخه میدونی تو که اینفلوئنسر نبودی که، نه تو پیجت هم تا قبل از عشق ابدی یه پیج خیلی فعالیت نداشتی، یعنی خیلی خب برای تو به شخصه برات مهم نبوده، اینجوری میشه گفت دیگه. نمیدونستم مثلا آیدا میومد میگفتش که بچه‌ها من قبلا هیت خوردم خیلی بده، ولی من واقعا هیچ ایده‌ای ندارم. یعنی اصلا اینکه هیت قراره بخوری نمیدونی چه شکلیه. نه به همین دلیل خب خود واقعیتی خب الان هم داری چوب میگم، یعنی نه چیز میشه چی میگم بدل نه چیه واقعی بودن. من فکر نکنم ما امروز اینو بخوریم راستشو بخوای. بچه‌ها سوالای چالشی بپرسید، من برم اینو داغش کنم بریزیم تو حلقه یاسمن جان. من عاشق تندم. الان با کسی هستی یاسمن؟ متاسفانه نه. شغلت چیه؟ مشاور املاک. یاسمن دوستت دارید؟ من بیشتر دوستت دارم. یه مشاور املاک به ما میدی؟ آره اتفاقا آقای علی داره کاراشو انجام میده. دست به گربه ها میزدی و نمیشستی اصلا. من تو خیابونم گربه میبینم همش رو ناز میکنم، عاشق گربه ها هستم. حالت طبیعی گربه ببینم بیرون مریضه، حالش بده، اگه از دستم همون لحظه بتونم بگیرمش میگیرمش برمش دکتر.
اگه دستم باز باشه، جایی نزدیکی خیابونی باشه، مغازه‌ای باشه که بتونم غذای گربه بگیرم میگیرم میدم. گربه که سمتم بیاد نازشم میکنم. 2 تا هم گربه دارم و اونا رو میخورمشون. مهیار زده که مرسی مهیار بابت دونیت. سلام مهیار هستم. رل بیاد چی؟ بلش کن. مهیار فکر کنم مهیار همون مهیار برنامه است. مهیار داخل برنامه اومده توی لایو دونیت کرده. 50 تومن دونیت کرده. مهیار جان ما بعد تو نگفتیم. مهیار جان حتی سیغه نمی کنی اگه مهیار جان اگه 2 دقیقه سیغمون نمی کنی یه نظر راجبت بدیم. آقا بگو گروه بچه‌ها گروه کفتارها تشکیل میشه گروه کفتارهای پرو مکس، یعنی اصلا پرو مکس اصلا میگم با فصل اول قابل مقایسه نیست. این فصل با فصل اول قابل مقایسه نیست. بدتر یعنی مکس میگه بدتر دیگه. متاسفانه آره. اینو آقای فردین هستن آره. بله یه استوری من از ایشون دیدم که نوشته بودش که این فصل فاجعه است. گفت این فصل فاجعه است. آره واقعا یکم فاجعه است. فاجعه از چه نظر؟ اگه نخوایم اوکی فهم همینجوری یهو فاجعه میخوام بدونم مثلا ببخشید واسه فکر کردن فاجعه از نظر مثلا توهین یا درگیری یا نمیدونم تیم شدن یا نمیدونم همه مدل واقعا همش هست یعنی هم بابت درگیری و لفظی و فصل اول لونگ میندازه جلو فصل 2 به قرآن، یعنی متاسفانه واقعا. پس یعنی باید منتظر یه حاشیه خیلی بزرگی باشه. میگم اول بچه‌ها خوشونو کم گرفتن ولی کم کم ببین یهو میترکه. میدونی تو تا یه جایی میتونی فیلم بازی کنی، تا یه جایی میتونی ادا در بیاری. موهامو نمیخوام قهوه‌ای کنم. آقا موهای من همینطوری قهوه‌ای هست. اینا نگاه، این پایین اصلا موهای خودم قهوه‌ایه. این یک کوچولو روش بلوند داره ولی من بلوند دوست دارم. یک کوچولو روش بلوند داره؟ چی روش بلوند داره؟ موام اینجا یه تیکه کلا بلونده دیگه. بابا کجاش بلونده؟ این تیکه فقط بلونده، این تیکه قهوه‌ای. نگاه اینا. اوکی. از چه قسمتی نقابش نمیزن. الان قسمت 11 اومده، روز 3.5. آره کم 11 تا قسمت تو 3 روز گرفته شده. بله عزیزم تازه اولش. نه بابا من باشم به شخص واقعا این فصل رو از دست نمیدم. مثلا قسمتی که یاسمن جان هست. دقیقاً. درگیری فیزیکی هست. یکی پرسید هست، نمیدونم هست. من که نبودم داخل برنامه ولی مثل این که هست دیگه. یعنی بزن بین دختر پسر داریم یا پسر به پسر؟ نمیدونم. نمیدونم. اوکی. اشکال نداره. مهیار با قرآن میره دشوی. نازنین واقعا همینقدر تو مخه. بچه نازنین واقعا خودشه، شاید باورتون نشه. یعنی خیلی ها میگن اکت و اینا، نه نازنین واقعا خودشه، جزو یکی از کسایی که خودشه. فکر کنم اونم خود واقعیش بوده. آره خدایی به کسی که خود واقعیشه هیت ندید. مثلا به جاوید هیت بدید. جاوید چرا؟ چون نمیتونم الان بگم. سارا جان مرسی برای دونیتد، متشکرم. 2 تا سوال یاسمن جان. سارا 2 تا سوال ازت پرسیده دونیتد. نوشته که یاسمن به نظرت آیدا ممکنه منفور شه در آینده؟ این اول جواب بده. آخه من نمیتونم. آخه یه چیزی بگم، اون اتفاقاتی که توی ویلا میفته با اون اتفاقاتی که مردم میبینن متفاوته. مثلا من وقتی توی ویلا بودم، چون خیلی مثلا شاید دعوا میکردم، بحث میکردم، داد میزدم یا یکم زیادی بعضی مسائل رک میگفتم، من ذهنیتم این بود که من منفور میشم. بچه‌ها میگفتن تو منفور میشی. دقیقاً مثل داستان بچه فصل 1. ولی مثلا مردم که از بیرون میبینن یه چیز دیگه ای میبینن. در مورد بقیه بچه‌ها حتی آیدا هم همینطوریه. من نمیدونم از بیرون چه جوری دیده میشن.
واقعا نمیدونم، چون تو مثلا اونجا یه بخشی رو داری میبینی، یه چیزی رو از دید خودت داری میبینی، ولی بیننده یه چیز کلی رو داره میبینه و تو رو قضاوت میکنه. علی و مارال کات کردین چیزی شده. علی بچه‌ها مارال مسافرته، به خدا مارال از مسافرت برگرده حتما لایو میذاریم با هم. آره چون تو برنامه که آدم نمیفهمه کی منفوره کی محبوبه، که اصلا هم چیزی نداریم که. ببین ممکنه مثلا توی ببین یه سری خیلی خوب فیلم بازی میکنن، سیاست دارن که همه باهاشون خوبن، تو ممکنه اونا رو دوست داشته باشی اونجا، ولی مردم یه چیز دیگه میبینن و میگن این آدم دو به هم زنه، این آدم مثلا پشت سر این حرف میزنه، بعد تو روش خوبه، بعد مثلا فلان کارو میکنه، بسار کارو میکنه، ممکنه اصلا محبوب نشه. مثلا چه میدونم، مثلا تو فصل کی بود همه دوستش داشتن توی ویلا، مثلا پژمان و همه باش اوکی بودن. آره تو ویلا هم ولی بودن. تو بینن خارج از ویلا نبود. آره. و همه فکر میکردن که پژمان مثلا محبوبشونه، ولی همچین چیزی نبود. نه خب پژمان هم تا یه حدودی او چیز بود، بعدش آخرش یه ذره خراب. بچه‌ها اصلا کلا باش تو زاویه بودن، تو خود ویلا هم حتی. ببین ببین به نظر من، حالا من طی صحبتایی که با بچه‌ها داشتم میگفتن گروه کفدارها، تا فصل 1 دارم میگم، میگفتن ببخشید که اینجوری میگم بچه‌ها، من صحبت‌ها رو دارم چیز میکنم، میگفتش که گروه کفدارها برمیگشتن به ما میگفتن که شما همتون منفور میشید، برید خجالت بکشید. یادمه آره، حتی پرستو صالحی هم میگفت. آره میگفت برید خجالت بکشید، شما منفور میشید، میخواین چیکار کنید و فلان و اینا. بعد وقتی که ویدیوها پخش میشه برعکس این داستانه. بعد حتی بهار که اینجا بود برگشت گفتش که ما تا بعد از اینکه برنامه ضبطش تموم شد، میگفت من با نگار صحبت میکردم، میگفت اینجوری صحبت میکردیم که میگفتیم نگار ما منفور میشیم، چیکار کنیم منفوریت رو مثلا چیکار کنیم منفور نشیم و اینا، که مثلا با نگار میگفتیم که آقا دیگه شاید پیش بیاد دیگه نمیدونیم چی میشه کرد. میگفت وقتی برنامه پخش شد اصلا برعکس این داستان پیش اومد، چون خودشون بودن. آره دقیقاً چون خودشون. البته من اینم بگم مثلا یه سری از افراد مثل نگار، ببینید چیه، من به نظرم مشکل بیننده اینه که وقتی از یک شخصی حمایت میکنن، از یک تیمی حمایت میکنن، مثلا برای کسی که مثلا سرش قلدری پیش بیاد، مثلا سر ترانه خب خیلی قلدری پیش اومد، برای همین یه جوری شده که کسایی که مقابل ترانه کلا از چشم مردم منفور شدن، کسایی که از ترانه طرفداری میکنن محبوب شدن، خود ترانه هم محبوب شد. ولی بعدش اینه که مثلا مردم باگا و اشتباههای مثلا ترانه رو ندیدن، باگا و اشتباههای نگارا مثلا چشم پوشی کردن، نه اینکه هیچ کدوم از اینا بد باشن و نه، ولی اینکه کلا یک نفر خوب بشه یه بخش کلا بد بشه و کلا تو چشمتو روی باگها ببندی، به نظر من درست، چون هیچ کس کامل نیست، همه اشتباه کردن. مثلا خود ترانه توی برنامه به نظر من خیلی اشتباه کرد، درسته بهش قلدری شد و خیلی اونجا اذیت شد، ولی به نظر من ترانه اشتباهات خاص خودشو داشت. خب نه ترانه که یه سری داستانه خودشو داشت، اصلا اوایلش هم که کلا هی چیز بود، یه وایب دیگه میداد کلا. همه بچه ها اشتباه داشتن، همه هم خوب بودن هم بد بودن، ولی قلدری یک مسئله که مثلا وقتی تو میبینی توی یک اسکرینی، یک تلویزیونی، حتی اگه فیلم و سریال هم باشه، اینطوریه که تو اصلا برات مهم نیستش که اون کسی که داره بهش قلدری میشه خوبه یا بده، تو کاملا حقو به اون طرف میدی، اونو مثلا خوبش میکنی و اون کسی که قلدری میکنه کلا اسم تو میفته، اصلا هر چقدر خوب باشه طبیعی، اصلا توی سریال و فیلم هم همینطوریه. چت میا یا یاسمن ببینم میا یا یاسمن، البته که خب میا الان خیلی بیشتر طرفدار داره، ولی میا دختر آرومیه، من یکم میا دختر خیلی آروم و تو چی؟ تو چی؟ گفتی وحشی؟ نه بیادب. من نشیدم بخش بیادب یه سوال ازت بپرسم؟ 2 سوال بپرس. بدون هیچ چشم داشتی به افراد داخل
اون ویلا. خب یا خدا. نه سوال بعد نیست. بدون هیچ چشتاشی از بابت پسرها واقعا با کدوم کاراکتر خیلی حال کردی؟ بین پسرها خیلی اوکی بگی آقا من با ببین این فقط صرفا سواله ها. مثلا بگی که حالا شاید هم با طرف الان اصلا بد باشی ها، یعنی منظورم که بابت کاراکتری بین اون نفرات یک نفر اگه واقعا 100 انتخاب بین می‌کردی پسر یا دختر؟ پسر. فقط پسر. تو برنامه نیومده هنوز. اونم هنوز نیومده. فکر کنم همه رفیقای تو اونایی که جدید میاد با افراد جدید بیشتر ارتباط میگیری. نظر راجع به پرستو صالحی چیه؟ والا پرستو صالحی خیلی خوب بود، یعنی مرسی. پرستو صالحی خیلی خوب بود. من نمیدونم پرستو صالحی این فصل من فکر کنم خیلی محافظه‌کارتر داره میره. یکم حواسش جمع بود که مثلا نظر نده. درستش همینه، به نظر من مجری نباید مثلا دخالت بکنه، باید بپرسه مثلا نظر بگیره همین. و به نظر من خیلی خانم خوب بودن واقعا. من هیچ چیز بدی ندیدم. بین پسرایی که تا حالا اومدن کدومشون انسان‌تره؟ انسان‌تره. بچه‌ها تا الان که قسمت 11 پخش شده، یاشار از همشون انسان‌تره و از همشون غیر انسان‌تر جاویده. اینا اضافه کنم. ببین تو برنامه فصل 2 من از حرف زدن تو خیلی خوشم اومد. خداییش خیلی قاطع صحبت می‌کنی. اینا رو از کامنت ها خوندی، کپی کردی، داری تکرار می‌کنی؟ نه کامنت ها اینو گفته بودن. خب چرا همچین فکری کردی؟ نه واقعا نه، گفتی سیاوش اصلا این اومد تو ذهنم. یکی تو و یکی تو فصل 1 سیاوش خیلی خوب صحبت میکردین. یعنی من مثلا صحبت‌های سیاوش حالا کاری ندارم چه صحبت‌هایی میکرد، ولی خیلی قاطع و خوب صحبت میکرد. تو هم مثل همون سیاوش قشنگ صحبت میکنی. یعنی سیاوش بهتره. سیاوش احساس میکنم چون کمتر حرف میزد کنترل بیشتری داشت روی اتفاقاتی که داره اطرافش. من چون بیشتر حرف میزدم کمتر تمرکز داشتم. من خیلی حرف میزدم. اختیار داریم یالا بس این واسه چیکاره بود؟ اصلا یک بحث دیگه است. ولی سیاوش کمتر حرف میزد، تمرکزش بیشتر بود رو بقیه و اتفاقات اطرافش. خیلی باهوش بود سیاوش. من چون بیشتر حرف میزدم تمرکزم کمتر بود. ولی سیاوش اگه من تو فصل اول میرفتم فکر کنم سیاوش واقعا دوست داشت. آره چون میگم پسر باهوشی بود و میگم تا اونجایی که جهت نگرفت با بقیه خوب بود. یا مثلا میگفت مثلا اشک ترانه رو در میارم و اینا، مثلا اینا شکم بد بود. خدایی آره باهاتون بد بود، ولی خب میدونی چون ما تو اون لحظه هم نبودیم متوجه نیستیم دیگه. سامین رحیم مرسی بردان انتظاده. اکس جاوید میاد تو برنامه؟ سواله این یا داری خبر میگیری؟ اسپویل الان راست میگه. اکس جاوید میاد توی برنامه. اگه سواله که نمیتونم راجع به آینده برنامه حرفی بزنم. اگه خبره که من اطلاعی ندارم. بچه‌ها ببینید ما اینجا اسپویل نداریم. سوال اسپویل نپرسیم یا اسپویل که نه اصلا نمی‌کنیم، یعنی نداریم مثلا تا اینجا یه برنامه یا مثلا یه چیز خیلی ریزی اگه بخواین بگیرین. چه کسی بود که یه جوری توی برنامه کلن شخصیتش تغییر کرد که برگات ریخت؟ وای خیلی ها. یعنی تو خودت شخصیت تغییر نکرد؟ راستشو بگو. نه همونم. یعنی همینی که الان هستی تا آخر برنامه همینی؟ آره همونم. یکم اگریسیو تر شدم. یعنی چی؟ عصبی تر شدم یکم، چون دیگه به اینجام رسیده بود واقعا. و من آدمیم که نمیذارم کسی. تو نمیخوای بگی که بچه‌ها در آینده نچندان دور خیلی اتفاق قرار بیفته؟ ببخشید خب خیلی از بچه‌ها من دیدم ویدیو دارن میسازن که از الان دارن میگن ببخشید برای اتفاقات آینده. بالاخره چی باید جمعش کنن. نه من فقط یک جا پشیمونم از رفتارم و برای اون معذرت خواهی میکنم به موقعش، اونم نه از مردم، از یک شخص خاصی.
آره من یه جایی اشتباه کردم واقعا و هنوزم ناراحتم سرش، ولی به جز اون چه خوب چه بد. پسر بود یا دختر؟ همین فقط. دختر. دختر. دختره. من از یاسمن جان از اینجا ازت معذرت خواهی میکنم. یاسی شخصیت سجاد رو تحلیل میکنی لطفا؟ سجاد تحلیل کنم. سجاد خوراکت تحلیل فکرم تحلیل شخصی. هر کسی برای من اصلا فوق‌العاده. سجاد رو میگم. سجاد یه آدمیه که در ظاهر شوخه، پسر فوق‌العاده احساسیه، فوق‌العاده احساسیه، آدم فوق‌العاده. احساسی منظورت از است که خیلی نه گریه نه، آدمیه که ببین یه سری از آدما اصلا اصلا آفن، اصلا احساسشون کلا بسته است، یعنی هیچ حسی نسبت، هیچ حس ترحمی، همدردی، ناراحتی، حس علاقه، هیچی. ولی سجاد مثلا اونجوری نیست. فکر کنم بگی اونجوریه. نه نیست. سجاد احساسیه. سجاد فوق‌العاده پسر احساسیه، در ظاهر کلی شوخه، کلی میخنده، ولی آدم فوق‌العاده خشن، فوق‌العاده خطرناک و غیر قابل کنترلیه. آره آدم بدذاتی نیست، ولی آدم فوق‌العاده عوضیه. فرق هست بین بدذات و عوضی. ذات تو نمیتونی عوضی رو به چه کسی میگن؟ ببین تو ذات توی توه، تو نمیتونی. مثلا جاوید آدم بدذاتیه، من در طول عمرم اینو واقعا دارم میگم، توی این سن آدمی به بدذاتی جاوید ندیدم. یعنی ببین کن، یک آدمی منفعت طلبه، منم تا یه حدی منفعت طلبم، ولی تو برای منفعت طلبی خودت هم یک حد و مرزی داری. جاوید اون حد و مرز رو نداره، سجاد داره. سجاد آدم بدذاتی نیست ولی عوضیه. عوضی بودم به رفتار اون شخص رفت داره، میدونی؟ عاشق تعلیلات. آخه من به عنوان یه بیننده، به عنوان فقط یک بیننده دارم الان نظرمو میدم. جاوید تا الان که خیلی اوکی بوده، یعنی جوری بوده که خیلی انگار منطقی میخواد بیاد جلو، همه کارش انجام بده. خب فیلمشه. چه اونور نگاه کردی؟ میخواستم از پنجره پرتت کنم. نه گفتم به عنوان بیننده دیگه، کسی که داره برنامه رو میبینه و از چیزی اطلاعی نداره. نه به نظر من مردم خیلی باهوشن. یعنی آره اصلا فهمیدن جاوید چه شخصیتیه، خودگوز پنداره و میخواد خودشو نشون بده و بچه چت شما فهمیدی؟ خیلی خوبم. آره با من کامنت‌ها رو میخونم در مورد جاوید و حالا هنوز کامنت‌ها راجع به جاوید خوبه. ببین جاویدی که من اگه جای جاوید بودم از فضای مجازی لفت میدادم تا ابد. و من نمیدونم این آدم اصلا چجوری الان اینستا داره و انقدر راحت داره فعالیت میکنه. من به شخصه میرفتم. یعنی از این حرفت مطمئنی که اگه کسی به حرفای من، تحلیلای من، هوش من، عقل من اعتماد داره، به حرفای من اعتماد میکنه. کسی که نداره دیگه کارش نمیشه. نه خداییش هم یه سری تحلیلات واقعا درسته. همه تحلیلام درسته. من هر چی توی برنامه میگم یک دو قسمت دیگه اتفاق میفته. یعنی میدونی حالا نمیدونم از روی رک بودن یا هم رک هم آدم چیزایی که میگی دقیقاً درست. مثلا شاید آدم گارد بگیره اولش نسبت به تا مثلا میگی چرا چرت و پرت میگه، چرا اینجوری میگه مثلا، ولی آخرش به حرف من میرسه. آره اصلا همیشه همینطوره، من هر چی میگم همون اتفاق میفته، حتی اگه خودم به اون حرفی که زدم باور نداشته باشم. یکی نوشته بود اگه برمیگشتی اول برنامه به جز سجاد کیو انتخاب میکردی؟ به جز سجاد؟ آره. اگه رفتارشون رو میشناختم یا نه دوباره همون ظاهر. سوال در همین حد بود. آخه من نمیدونم، آخه فرق میکنه. اوکی اصلا خب اگه بگی رفتارشون رو میشناختی میخوای بگی یاشار دیگه 100% ها. آخه یاشار آره یاشار پسر خیلی خوبیه ولی واقعا به چشم، نمیخوام بگم برادر بهش نگاه میکنم، ولی به چشم
یک کوچیک‌تر از خودم با اینکه یه سال از من بزرگتره اونطوری بهش نگاه میکنم، با اینکه خیلی میگم پسر خوبیه و آخه میدونی چی، از اون بعد دوباره احسان و مهیار و جاویدن، یعنی ما همچین آپشن دیگه نداریم. کی رو بگم؟ کی رو میگی؟ کی رو بگم؟ این 10 نفر 20 نفر 100 نفر نیستن، کلا 5 نفر بودن. اگه پسر بودی کدوم دختر رو انتخاب میکردی؟ آیدا. اگه پسر بودی بچه‌ها این از شخصی و سلیقه‌ایه، الان نید بگی که چرا فلان کس رو انتخاب نمی‌کردیم. من خوشم میاد از قیافه آیدا. از قیافه آیدا. آره من از همه ز آیدا خوشم میاد. اگه پسر باشم آیدا رو انتخاب می‌کنم. یعنی مثلا بین دختر. یعنی سمت کیمیا نمیری؟ یا کیمیا. بابا بچه‌ها آقا من گفتم از شخصی و سلیقه‌ایه. کیمیا این شخصی و سلیقه من دوست دارم. و چرا آقا اگه یه نفر بود آیدا. من خب خدایی دوست دارم مثلا دختر برنزه، مثلا چش درشت، لب بزرگ، گونه بزرگ، هیکل خوب، قد بلند، لاغر دوست دارم. و دختر دوست دارم. دختر دوست داری؟ برای دختر دوست دارم. اشتباه برداشت میکنم نه ببخشید نه اون نه. بابا سوال پرسیدن گفتن اگه پسر بودی دختر، بین دختر کدوم انتخاب میکردی؟ گفتم خب بین اون دخترها من آیدا رو انتخاب میکردم چون پوست برنزه واسه دختر دوست دارم. اوکی. به نظرت رأیگیری این فصل عادلانه بود؟ نه. رأیگیری این فصل چیش عادلانه نبود؟ آخه مگه یک بار رأیگیری آخه خب نمیشه رأیگیری اول که چرا نه؟ رأیگیری اول یا رأیگیری آخر؟ فکر کنم منظورش فینال بوده. فینال فکر کنم نمیدونم، ولی در کل هیچ اگه فینال دو هم عادلانه نباشه خداییش دیگه مسخره است. توی ریالیتی شو معمولا یکم چون فصل یک که به نظر من تو ناعادلانه ترین حالت ممکن رفت جلو رأیگیری. همه به علی و زهرا رأی دادن در صورتی که اصلا علی و زهرا حذف شده بودن. بعد اومدن توی برنامه و خب توی به عنوان بیننده من که میدیدم میگفتم بابا این دیگه همش بازیه دیگه. من خودم برداشتم این بود. حالا من با بچه‌ام در ارتباطم و مشکلی باشون ندارم ولی در کل میگم به عنوان بیننده من حس بازی گرفت دستم. اونم عادلان بیننده رو بازی میدن. و حالا خود علی هم فکر کنم یه چیزایی گفت گفت اصلا علی خودش اومد توی لایوش برایش گفتش که کارگردان منو از قصد آورد، گفت بیا با کفتارا فلان کن بیسار کن. همین چیز کارگردان از قصد گفت اومد؟ خود علی، حرف خود علیه. یعنی تو لایوش گفت کارگردان منو از قصد آورد که گفت این گروه کفتارا دارن خیلی تیم کشی میکنن، شما بیا برن کار کن. یه سوال یاسی، این فصل 2 جایزش میگم $15,000 $30,000 نصف میشه بین دو نفر دیگه. یعنی همون 30,000 تا فصل 1. آره دیگه همون. پس بچهای چت چرا دیروز به من گفتین $15,000 این فصل؟ نفری دیگه یک کاپل که برنده میشن این 15 اینم 15. منظورشون این بود. نه فصل قبل هم همین بود ولی من فکرم کلا 30,000 تا شده. عشق واقعی اونجا اصلا شکل گرفت. نظرت در مورد فردین چیه؟ پسر گلیه فردین. البته خودت باید پسر خوبیه ولی من نمیخوام راجع به ایشون حرف بزنم. حالا بعداً بهت میگم. به من میگی بعداً؟ بعداً به تو میگم. اینو نگاه. بله. سجاد و احسان برنده بشن منطقی تر. آخه ببین من به عنوان یک پسر میخوام منطقی شد بگم اگه وارد همچین برنامه‌ای بشم یک نفر هموای به خودم پسر ببینم انقدر باش اوکی ام، من مثلا سعی میکنم بیشتر باش در ارتباط باشم. یک سوال از قبل با هم در ارتباط عزیزم اومدی برنامه پارتنریابی نیومدی برنامه رفیقیابی. خب نه میخوام از دید اون دارم نظر میدم. دید اون نمیای تو برنامه پارتنریابی پس؟ نه صبر کن. از این پنجره پرده. نه اصلا همون بدر تو شرکت نکردی. منظورم اینه که مثلا از ایران اومده خب 100% غریب بوده تو جمع با این یک نفر. احسان دیگه. آره
غریب بوده توی جمع و با سجاد خیلی رفاقتش بیشتر بوده. خب احساس راحتی کرده، من همچین حسی میگیرم. آخه این چه حرفی غریب بوده؟ مگه ما اونجا هم بقیه رو من خودم اونجا هیچ کیو نمیشناختم. حالا درسته که آیدا و یلدا و روژان و جاوید هم از قبل میشناختن. آره اصلا تو برنامه هم گفتن. آره ولی خب من اونجا هیچ کیو نمیشناختم. احسانم میگه واقعا مشتاق شدم ببینم جاوید چه میکنه، چون خودش تو اینستا هی میگه ما حل کردیم هرچی بوده. عزیزان اینا قبل از اینکه برنامه شروع بشه، یعنی تازه فرض کنید ضبط تموم شده، هنوز ببخشید بابا تو در سرویس کردی هر دو تحقیق هنوز برنامه شروع نشده بوده، یعنی ضبط تموم شده بوده. اینا همه اومدن با هم، بچه ها ما همه با هم رفیقیم، ما اصلا با هم مشکل نداریم، ما همه چیزو حل کردیم، هوای همو داشته باشینا، مراقب باشینا فلان، پشت هم در بیاین فلان کنیم. کسی که از خودش مطمئنه که تر نزده باشه، کسایی که از خودشون مطمئن باشن که تر نزده باشن، انقدر اینجوری دست و بالشون نمیلرزه که به هم دیگه بگم پشت هم باشیم، ما با کسی مشکل نداشتیم، ما هم نه، من با 90% که نه 80% اونایی که اونجا هستن بدم. بلاکن باشون خوب نیستم و خوب نخواهم بود. از جاویدم حالم به هم میخوره، بدذات ترین مزخرف ترین آدمی که تا الان دیدم. حالا شاید میگم الان متوجه حرفام نمیشین، در ادامه به حرفای من میرسید. من بیشتر از این نمیتونم توضیح بدم. قیافه علی من حرفی ندارم. انتظار انقدر رو راست بودن رو نداره، براش ریخته. نگران نباش عزیزم. من فکر میکردم نظر تو چیه؟ این چیه؟ پارسا علی و یاسمن لایو عالی بود، دمتون گرم. در انتها خواستم گفتم درخواست دارم علی گفت ادای پژمان رو در بیاره جلوی این لایو، همون شکلی اداشو در بیاره، همون که 3 روز میکن تو کابینه جوجه بکشه رو. من اون اصلا دیالوگش رو حفظ نیست. یه جوری میکردمش تو کابینت 3 روز جوجه بکشه. ببین اگه اینجا نباشی یه جوری میگردم تو جوجه نمیتونم بابا دیالوگ این همه قشری یه جا نیده بوده. من برو اون اول دیگه من جالای اون قشری رو نیده این چکسی. پارسا ادای میمش منظورم بود علی، همون مترو بود. من میرسم همش صورتیه. میمش اینجوریه، دستش اینجوریه، یه دستش هم اینجوریه، میگه خوشلیم. خیلی خب چت، دمتون گرم تا اینجا لایو همراه ما بودین، مرسی. اگه حرفی چیز داری یاسی جان؟ بوس همین. آره دیگه همین. بوس. بچه‌ها برنامه رو ببینید، و به من اعتماد کنید، به حرفایی که من میزنم اعتماد کنید. آقا متشکرم ازتون، تا یه لایو دیگر دوستتون دارم. فردا لایو رو براتون آپلود میکنم ببینید. خدا